رد نکن. یه لحظه صبر کن، دوربین رو تنظیم کنم. میخواستم درباره یه مسئله‌ای بهت بگم. خوب شد. درباره طراحی میخواستم بگم بچه‌ها. یادم من قبلا که خودم بلد نبودم یه طرح به صورت چشمی بکشم، می‌نشستم با خودم میگفتم که هیچ کس تو هیچ جای دنیا نیست که بتونه طراحی رو به صورت چشمی انجام بده و یه چهره رو شبیه در بیاره، اون هم به صورت چشمی. و همه دارن از روش‌های مرسوم کپی استفاده میکنن و کلی دلیل می آوردم و خودم رو قانع میکردم که تو کار درسته و همه دارن کپی میکنن و مهم نیست، هیچ کس نمیتونه به صورت چشمی کار کنه. فقط زمانی که من مسیرم عوض شد و طراحیمو تقویت کردم و اون موقع نگاه من و حس و حال من تو هنر خیلی فرق کرد و تغییر کرد. میخواستم به شما بگم تو هر مقطع از هنر که هستین حتما برگردین و رو طراحیتون کار کنید. بچه‌ها نتیجه شما رو شگفت زده میکنه و حالتون خیلی خوب میشه اینطوری.